امیدوارم بتونم نویز این پنکه رو بگیرم توی DAW Guess Who's Back. تولید محتوا واقعا تنها چیزی که من در زندگی دارم. اگر تولید محتوا نکنم چیکار بکنم؟ از 18 سالگی، از زمانی که یادمه، من داشتم به شکل‌های مختلف این کار میکردم به صورت شخصی و خیلی عجیبه. قبلا یه پادکست داشتم. حالا این ستاپی که میبینین 100% چیزی نیست که همیشه میبینین. من از خونه اومدم بیرون و تصمیم گرفتم به صورت مجردی زندگی کنم. البته اینم یکم اجباری بود، خودخواسته نبود، ولی خوشحالم در نهایت. امروز میخوام برم تولد تینا. حالا کل ولاگو که گذاشتم و اینا میبینین. الان صرفا آماده شدم، دارم آماده میشم که برم خرید کنم، بیام غذا بپزم. واقعا یعنی استقلال و ایناست، بحث جدیه. دیگه هم نمیرم خونه، بر نمیگردم. تولد تیناست، ولاگشو براتون میذارم. فردا هم امتحان رانندگی دارم برای بار 5. امیدوارم واقعا قبول بشم، این دفعه رد نشم. این ولاگ 100% بعد از اون میاد، شاید یه هفته دیگه بیاد اصلا. امروز روزیه که خلص آلبوم پسر مریمو میده. بخواین تاریخی ببینین چی به چی و کی به کیه. عجیبه الان. خب مثلا شما میدونین حال من یه خورده مساعد نیست و اینا دیگه. نه اینکه حالم مساعد نباشه، شرایط زندگیم کلا یه خورده بگاهیه. باید خیلی مسئولیت پذیری داشته باشم و چون من مشکلات زندگی همه رو دوش خودم باید گلیم خودم و عذاب بکشم بیرون. باید مامان خودم باشم، بابای خودم باشم، دوست خودم باشم احتمالاً. واقعا وضعیتم استیبل خیلی عجیبه. نمیخوام توضیح بدم چی شده چون سخته واقعا توضیح. یعنی به هر کی توضیح میدم چی شده اینجوری که وای پشمام، تارا سری از خونه برو. یعنی اینجورین دوستای نزدیکم که تازه اونا هم بگاهی کم نداشتن تو زندگیشون. به خاطر همین واقعا چرا درگیر کنم الکی پابلیکو؟ همین هستم دیگه و نمیتونم. یعنی با اینکه اولویتم نباید باشه تولید محتوا و ولاگ ساختن، دارم این کار میکنم. به خاطر شماها نیست، واقعا به خاطر خودم. این تنها چیزی که من دارم. اینو از من بگیری یه تیکه از هویتمو گرفتی. به خاطر همین نمیتونم دیگه یهو ول کنم بگم خب اوکی نشد دیگه. یوتیوب نپر هست، هنوز هست. من هر جوری بتونم پیش میبرمش، چه بخواد درباره رپ باشه، چه بخواد درباره خودم باشه. منم 60% زندگیم توی رپ فارسی دارم آهنگ گوش میکنم روزانه، پس درباره رپ خواهد بود. معلومه که هست. آلبوم ریویو قرار بدم، کلی فیلان کنم. کاش وقت بکنم، کاش یعنی واقعا تبلیغ ببینین. خب هم وقت بکنم. اصلا یه چیزی میخوام بگم. حالا تولد تینا بهانه است. واقعا چیزی که میخوام بگم اینه که من الان یه داستانی مشکل هست برام پیش اومد. به هر حال از خونه اومدم بیرون، خیلی سخته. فکر کن شرایط اقتصادی مثلا اینجوریه دیگه. به جون خریدم دیگه. ببین چقدر بد بوده که به جون خریدم و اومدم بیرون. خب بعد کار بکنم، بعد تولید محتوا بکنم، چون از افسردگی میمیرم. مثلا پول روانشناسم که نرم بدم که بگی برو اونجا، حالا نمیخواد بیا اینجا جلو دوربین واسه ما قور بزنی. اینجوری نیست. باید تحملم کنین فعلا. دانشگاهم هم هست، هنوز تموم نکردم. 1 سال دیگه فاکینگ دارم. بعد هم اونجوری باید هم کار بکنم، کار تمام وقت که کش اجاره خونه نمیدونم. حالا خورد و خوراک در کنار، مثلا چند تا مشکل الان چوب شمردم تو کونمه، 4مین چوب. بعد روحیم هم خوب باشه. اینو باید سعی کنم زور بزنم که روحیم خوب باشه. بعد مثلا دلار و مرغ و گوشت و اینا از اونور هی بره بالا. تنهایی هم باید بکشم تا حدی. تنها نیستم واقعا، دوستام هستن، مامانم هست فیلانا، ولی پول ندارم. مهمترین کلفترین چوب پوله. خب ندارم. اینو چجوری آدم باید منیج کنه، بعد بره کار کنه، بعد چه کاری فیلان. من واقعا یعنی خیلی اوضاع، حالا نمیخوام سرتو در بیارم، اوضاع به هم ریخته است. همه اینا به کنار، من احمق دارم به این فکر میکنم که چرا من پارتنر ندارم. یکی نیست به من بگه دختر احمق، این نمیبینی مثلا تو چه اوضاعی هستی خودت الان. مثلا واقعا دیشب اینجوری بودم که یعنی چی که من یه دوست پسر خوب ندارم. و اینجوری بودم که تازگی حالا یه داستانایی داشتیم با یه آقایی که نشد. خیلی خیلی دوتامون مشتاق بودیم بشه واقعا، ولی خیلی من خوشحالم که نشد، چون اون ارتباط اصلا پر رد فلگ بود. من آدمی هستم که خودم میشناسم دیگه. رد فلگا رو میبینم، میذارمشون گوشه کشو، میگم برو. خب عزیزم چطوری خودت؟ لبخندت چقدر خوشگله. میتونی من واقعا همچین آدمیم و این دفعه خودم رو کنترل کردم و
ناخودآگاه کار درست انجام دادم، چون دیگه نمیخواستم ضربه بخورم و این کسچرا. نمیگم حالا آدم بدیه ها، اینا رو که میگم منظورم اون کانکشن است که درست نبود و خوشحالم که نشد در نهایت. ولی الان ته دلم هنوزم یه جوریم که اگه میشد چی میشد. این اون تارای قدیمیه که نباید به حرفش اعتماد کنم و جالبه که نشد، چون معمولا میشه. من یعنی از هر کی خوشم میاد نشه واقعا چوسی نمیام. یه هفته، یه ماه، 6 ماه بعد کار تمومه. اگه منظورم بگی هر کی، من واقعا هر کی اراده پلک بزنم مثلا اینجوری بوده تا الان، با این آدم اینجوری نبوده، میدونی، چون آدم متفاوتی بود. بعد یه کوچولو تو دلم مونده حالا اصلا مهم نیست، چون واقعا اون آدم پر رد فلگ بود. من مطمئنم منم براش رد فلگای خودمو داشتم. نمیخوام اصلا یه طرفه به قاضی برم و شاید این ویدیو رو ببینه اصلا. خب خلاصه نشد و من اینجوریم که نه اینکه صرفا اون شخص خاص، من چرا پارتنر ندارم، چرا پارتنر خوب ندارم، چون پارتنر داشتم. من مطمئنم هممون اینجوری. ما اینکه نمیدونم چه حکمتی تو بدترین شرایط یه مشکلی واسه خودمون درست میکنیم که ممکنه خیلیاتون اینجوری باشید. یه مشکل درست میکنیم اون گوشه باشه، به اون فکر میکنیم به جای اینکه به مشکلات اصلی فکر کنیم. آقا یه جوری شبیه فراره. من احساس نمیدونم، شاید دارم فرار میکنم از دست مشکلاتی که الان شمردم که خیلی بده. مثلا بی خانمان شدن خیلی بده. میدونی چیه؟ الان وضعیت من اینجوری نیست اصلا، واقعا بهتون تعریف میکنم بعدا، ولی یه خورده شبیشه در نهایت. چرا من واقعا، یعنی چی میگن؟ for the love of God، این فرنگی ها میگن for the love of God. من چرا باید توی این همه کیره خر بیام به رابطه فکر کنم؟ اصلا منطقش چیه؟ بعد نشستم فکر کردم. من قبلا خیلی مثلا علاوه دیدگاه تکاملی راجع به عشق و این چرت و پرتا نه چرت و پرت نیست، حالا ولش کن، تحقیق کردم. نمیگم مثلا تهش رو رفتم در آوردم ولی خوب میدونم از اینجور چیزا. میبینین فقیرا خیلی بچه دارن، معمولا عموم مردم رو دارم میگم، حالا مثال برای من نزنم، ولی فقیرهای جامعه در کل اینجوری هن که خیلی بچه همیشه میارن، به خاطر اینکه اون غریزه بقا. یعنی اینو من حدس میزنم، خیلی هم یا فکر کنم توی یه پادکستی شنیدم یا خودم به نتیجه رسیدم، یادم نیست، ولی غریزه بقا چه؟ کلا هدف زندگی بقاست دیگه. بقا یعنی چی؟ یعنی بتونی سکس بکنی، بچه دار بشی، بچه رو بتونی بزرگ کنی، به آب و گل برسونی و مطمئن شی اون بچه هم میتونه از ژن‌های تو مراقبت کنه و بعداً بچه دار بشه. فلسفه یه خطیش اینه بقا. خب بقا از چی حاصل میشه؟ یعنی بقا خوردن و آشامیدن نیست. بقا اول سکس، بعد خوردن و آشامیدن. بخاطر اینکه باید بچه‌ای باشه، آدمی اصلا باید وجود داشته باشه که بعد بتونه بخورد بیاشامد. اینه. مثلا منم در وضعیت خوبی نیستم دیگه، نابسامان، بی ثبات، نامساعد فیلان. ناراحت نیستم، خیلی عجیبه، اصلا ناراحت نیستم. بسیار امیدوارم و بسیار نمیشه گفت خوشحالم، امیدوارم، ولی ناراحت، غمگین نیستم. میخوام اینو بگم، اگه غمگین بودم اصلا نمیتونستم ویدیو بگیرم الان. ولی همین شرایط بدی دارم، ولی دارم به پارتنر و رابطه فکر میکنم، چیزی که اصلا قبلش اونقدر بهش فکر نمیکردم. اینجوری مثلا واقعا من اینو مطمئنم، آقا من میام میگم، همه نمیگن، ولی همتون همین فکر رو میکنین، من مطمئنم، میتونم 100 بهتون تضمین بدم. دوستای خودم خیلی بودن دورم، تازگی چند نفر اینطوری شدن. به انگلیسی بهش میگن last straw یعنی کاه آخر. یه عالم کاه روی یه پلیه، یه کاه میاد میشین، یه از اون آستانه پل همون یه کاه کافیه که رد بشه و پل بشکنه. اینجوریه که خب من اینجوری که لوزرم، پولم که ندارم، مثلا همه پیش خودشون همینجوری فکر میکنن، تفریح نمیتونم بکنم، کم دوست دارم. حالا من فکر نمیکنم افراد منو دوست ندارن، یعنی من احساس کنم اتفاقا خیلی لاو میشم، با اینکه کامنت های 3 تا ریلز آخر اینستاگرامم همه منفی بوده، ولی اونا رو هم من عشق حساب میکنم، چون بالاخره طرفدار میاد کامنت میذاره و دمش گرم که من دیده. این واقعا عشق برای من.
این توجه من احساس نمی‌کنم ناکافیم، احساس نمی‌کنم دوست داشتنی نیستم. من خیلی شما به من واقعا عشق میدین و حتی شما نه، دوستای خودم، دوستای نزدیک، دوستای دور، همه منو دوست دارن. من احساس نمی‌کنم کسی هم من بدش میاد. من واقعا همیشه آدم خوبی بودم و به کسی بدی نکردم، سعی کردم به کسی ضربه نزنم. چرا نباید آدم‌ها من خوششون بیاد؟ واقعا نمیفهمم. همیشه هم خودم بودم و چیز واقعیمو نشون دادم. خب اصلا چی کس میخواستم بگم؟ میخواستم اینو بگم که آقا شما هم همینین دیگه. خب کسی من دوست نداره، پول ندارم، بابام خرجم میده، مثلا فلانی رفته رو مخم، یه خانم پامو تو مترو مثلا لگد کرد، دانشگاهم نمیدونم پاس نمیکنم، واحدا رو خنگم، باید هم کار کنم هم دانشگاه برم، همه وقتام قاطی پاتی شده، نمیتونم یوتیوب بکنم، درآمد دلاریه ندارم، نمیدونم وضعیت مملکت اینقدر خرابه، چی میشه، مهاجرت نمیتونم بکنم، مهاجرت کردم ریجکت شدم، آخرین چیزی که هست اینه که خاک بر سرم من یه دوست دخترم ندارم. میدونین چیه؟ میدونین این باعث فروپاشی روانیت میشه، نه اون ریجکتی هایی که از هر دانشگاهی میشی مثلا تو پروسه اپلای. این یه چیز فیکه دیگه، مشکل فیکه، مشکلی که مغزت برای خود درست کرده، ولی درست کرده که اون یه خورده مکانیزم انکار داره توش. اون واقعیت رو نبینی که بتونی سروایو پیدا کنی، بتونی بقا پیدا کنی، خودتو نکشی. میدونی چی میگم؟ بگی خب این یه مشکل حل شدنی تره، مثلا پارتنر نداشتن، یه سعی بکنم میرم به فلان دختر پی ام میدم تو اینستاگرام. حالا من فروپاشی روانی نکردم، صرفا برام عجیب بود که چرا من توی این شرایط اصلا دارم به پسر فکر میکنم که هیچ آدمی نیست، به آدمی هم که هست مثلا عادی، یکی هم خوب بود اونم که نشد مثلا. خب خوبه که نشده، اصلا من دارم میگم که رد فلگ پشت رد فلگ. به من استاد ایگنور کردن اینا هم این دفعه دیدم، اینا رو این دفعه همون اول قطع کردم. مثلا خودم یک داستانی درست کردم، درستم قطع نکردم بگم که نه آقا منطقی صحبت کنم باهاش، بیچاره رو مثلا داستان الکی درست کردم. خب اینم اشتباه من، اینم رد فلگ منه، میگم دیگه. ولی تارا خاک بر سر، یکم عاقل شو. الان برو تولد تینا، از فردا، از پس فردا احتمالاً کار واقعی شروع میشه و میفهمی زندگی به معنی واقعی کلمه چه حسی داره و بزرگ میشی. Oh my god. الان فکر کنم دارم منتال کلپس رو میکنم، پنیک رو نزنم خوبه تا ته این ویدیو. حالا بریم ببینیم. امیدوارم خوش بگذره امشب بهم و امیدوارم که بتونم گواهینامه رو پاس کنم. بار 5. بیا اینم یکی دیگه هم مشکلاتمه، گواهینامه رو 4 بار رد شدم. چرا؟ من رانندگی واقعا خوبه، یه پارک دوبل نمیتونم بزنم جلو افسر با اون دنده تق تقیش و کلاچی که نمیره تو. همین. لایک و کامنت و ساب نمیدونم دیگه، هرچی خودتون میخواین. میبینمتون.